امیر تکاوام. تو این ویدیو میخوام آموزش فست اسکوپ زدن رو به شما بدم. فقط قبل از این سراغ ویدیو لایک کانال و سابسکرایب فراموش نشه. زود سریع بزنیم سراغ ویدیو. خب ما برای یاد گرفتن فست اسکوپ، یعنی که بدونیم فست اسکوپ زدن چی هستش، ما میایم تو مپ این تمرینیه که الان تمرینات قوی تر شدن فست اسکوپ به شما بدم و اینکه به شما بگم که فست اسکوپ یعنی چی. فست اسکوپ یعنی اینکه ایمتون اینطوری کامل باز نشه و تیر رو بزنید، یعنی اینکه اینطوری تا نیمه باز شده تیر رو بزنید اینطوری. این میشه فست اسکوپ. ولی این که کامل باز میشه و شما میزنید، این دیگه بهش نمیگن فست اسکوپ. شاید فکر کنم بهش هارد اسکوپ میگن اگه اشتباه نکنم. ولی فست اسکوپ یعنی میشه این، یعنی تا نیمه باز چی این و ما تیر رو بزنیم. و یک گزینه هست که توی گرافیک که اگه ما بریم که اون اگه آن کنیم ایممون زودتر باز میشه و کمک میکنه به فست اسکوپ زدنمون. اینجا تو بخش بتل رویال نه، اینجا میاییم تو مولتی پلیر، این گزینه رو که آن کنیم ایممون زودتر باز میشه و میتونیم بهتر فست اسکوپ بزنیم. پس ویدیو بعدی فعلا خداحافظ.